خودتو معرفی کن. من حاج عبدالنادم پشیمان هستم. شما تو پاسارگاد چیکار میکردی امروز؟ والا به ما گفتن جشن تولده. ما هم دیگه تو این گرونی کلی کادو گرفتیم، پا شدیم الک کتلک اینا زدیم رفتیم تا پاسارگاد که یه کیکی بخوریم. ما هم مثل که فریب خوردیم. فریب. اونجا به غیر از شما دیگه کیا بودن؟ خیلی ها بودن، تعداد زیادی جاسوس بودن، عوامل استکبار، منافقین، یاوه‌گویان شرق و غرب، نیروهای اهریمنی. اونجا بود. خب حالا کی اینا رو دعوت کرده بود جشن تولد؟ والا ظاهرا یکی از دشمنای نظام، کوروش نامی بود که بعد من فهمیدم خیلی آدم خطرناکی، یک حالت گنبد مانندی درست کرده بود که بعد ما فهمیدیم اون مشغول طراحی برای براندازی نظام. لقه. چی؟ نظام لقه؟ نه میز لقه. نظام لقه. نه میز لقه. میز لقه. باشه بابا. تو خودت دقیقاً کی فهمیدی که داری گول میخوری؟ اولش خوب شروع شد، بزن و برقص و ما هم قاطی نرم تنان بدن می اومدیم. یهو دیدیم یه عده داد زدن که آقا آزادی اندیشه با ریش و پشم نمیشه. خب ببو گلابی، مگه تو ندیدی عکس کوروش رو؟ والا منم شک کردم اما از اونجا میگفتن ریش کوروش کجا، ریش شپشوی این آخوندا میگفتن کجا. من نگفتم اونا گفتن. بعد اونجا بود که من دیگه یه بوهایی بردم، یعنی هنوز دو به شک بودم. کجا مطمئن شدی؟ اونجایی که یهو دیدم فریاد برآوردن ایران وطن ماست، کوروش پدر ماست، که من دیگه این وسط موندم امام چه کاره بوده پس؟ مقام عظمای ولایت چی پس؟ خلاصه داشتیم بین پدرامون اصلی فرعی میکردیم که امام چی شد، مقام عظما چی شد اینا. بعد یکی گفت امام و بازم نفهمیدم، ادامه دادم. آخه نفهم، شعار دادن مرگ بر دیکتاتور، سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن. اون همه نرده زده بودن اونجا کسی نره، بعد تو تا ته فتنه رفتی نفهمیدی؟ پس کی فهمیدی؟ والا از دیشب که در خدمت برادرای نیروی انتظامی بودیم و جشن تولدمون رو به صرف شام و شیرینی تکمیل کردن، بنده کامل فهمونده شدم. از تولد کوروش که چیزی عایدمون نشد، اما الان یه احساس تولد دوباره دارم. مثلا این بغلام یه چیزای متولد شده، پشت گردنم کلم یه قنبلی اینا. حالا پیامت برای بقیه چیه؟ اولا که من هر چی خوردم از اینترنت و شبکه مجازی خوردم که جوانای ما رو گمراه میکنه. پیشنهادم اینه این اینترنت رو ببندیم، کلاسای آقای سعید طوسی هست اینا رو به جاش گسترش بدیم. در رابطه با شعار آزادی اندیشه با ریش و پشم نمیشه، من از دیشب تا حالا به این یقین رسیدم که میشه. شما نگاه کنید مقام عظمای ولایت با یه تپه ریش، یه پیاده رو ریش، چه بستر آزادی فراهم کردن که رئیس جمهور محبوبشون شد آقای احمدی نژاد، سرباز ولایتشون شد بابک زنجانی، قاره محبوبشون شد سعید طوسی. یعنی همه این استعدادا تو این فضای آزاد پشمی پرورش پیدا کرد. گفته باشه منم دیگه تولد بیا نیستم، کوروش هم باشه، داریوش هم باشه، هر کی باشه من دیگه تولد بیا نیستم. الان میتونم آب بخورم؟ آب مال شما نبود از همون اول. این میشه بخورش.